از مأموریت که برگشتم، همین آخرین پروژه‌ای که خیلی با موفقیت انجامش داده بودیم، تو حیات مجتمع یه پسری رو دیدم، از بغلش رد شدم و گفتم چقدر آشنا بود و برگشتم دیدم پسر خودم بود و من نشناختمش. اصلا نفهمیدم این بچه کی بزرگ شد. انقدر سرخوش و خوشحال از موفقیت پروژه بودم که خشم این که بچه خودم رو نشناختم اصلا همه چی به هم ریخت. دچار یه تناقض بعدی شدم. ببین انگار ما آدما وقتی غرق اون وظایف شغلمون هستیم و اون مسئولیت هایی که داریم که تو با توجه به اینکه مدیر هستی و چند تا پروژه دست داری و چند تا شرکت رو داری مدیریت میکنی، مسئولیتات خیلی زیاده، مسئولیت شغلی و مسئولیت های خانوادگی هم بهش اضافه شده. همسری هستی که باید وظایفت رو انجام بدی و مادری که انگار باید بچه هاش رو ببینه و وقت بیشتری بذاره. من به توصیه میکنم بیشتر از هر چیزی و مهمتر از هر چیزی تو زندگیت اولویت‌های زندگیت رو مشخص کن. تو عنوان یک زنی که شاغل هستی، درسته که پست خیلی خوبی داری، پول خیلی خوبی در میاری، اما اگر نتونی یه بالانس و ارتباط سالمی برقرار کنی بین کارت و خانوادت، احتمالاً خیلی دوچار این خشم بشی که چرا بچه‌مو نشناختم، چرا از همسرم فاصله گرفتم، یا چرا فلان پست رو به دست آوردم اما در ازاش خانوادم رو نمیبینم و خدای نکرده عزیزامو حتی دست میدم. ازت میخوام که بین فرصت ها و اولویت هات حتما وقت بذاری و فرصت ها و اولویتات رو مشخص کنی و برای خودت بنویس و ساعتی از روز رو اختصاص بدی به این که بنویسی که من به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک مدیر چه وظایفی دارم و ارزش ها و اولویت ها چیه. اینجوری بهت قول میدم که به مرور زمان حالت بهتر میشه و دیگه نسبت به خودت و اون حس های متناقض کمتر سراغت میاد.